گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 67. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. کسب و هنر، تجارت داخلی و معاملات پولی. در ساحه استحصالات هنرمندی و تجارت داخلی پولی در دوام عصر 16 تغییرات و پیشرفت معینی به عمل آمد. هر یک نمودی مال تیار و حتی نیم تیار از طرف پیشوران جداگانه تهیه می گردید. در صفت محصولات هم یگان تغییرات مهم روی نداد. اگر صفت بعضی نوعهای مصنوعات کلالی و یا کسب‌های عملی پایین رفته باشد، هم در عین زمان کاغذ سمرقندی و بسیار محصولات هنرمندی آسیای میانه شهرت پیشین خود را نگاه داشت. اما نظر به نیمه دوم عصر 15 یک اندازه کمشوی حجم استحصال مالی و تجارت پولی به نظر می رسد. هنرمندان اساساً در شهرها زندگی می کردند. کسب‌های معروف در شهرهای این زمان عبارت از ریختگری، سلاحسازی، سنگتراشی، شیشه‌سازی، زرگری، کاغذگری، بافندگی، کاردگری، کلالی، آهنگری، بیناکاری، دوزندگی و غیره بودند. کارکرد معدن‌های زیرزمینی، استحصال طلا، نقره و سنگ‌های قیمت بهای کان‌های بزرگ در اختیار خاندان حاکم قرار داشت. از کانهای خردتری آن حاکمان محلی استفاده می کردند که یک قسمی از حساب درآمد آن را به خزینه خانی که با نام دیوان سرکار خاصه بود می سپاریدند. استحصال مصنوعات بافندگی که از هنرهای قدیمی ماوراء النهر و خراسان به حساب می رفت نیز از رونق نماند. متاهای ابریشمی، نیمه ابریشمی، پختگی و کاغذی ماوراء النهر با صفت بلند خود فرق می کردند. هنرمندان نه تنها متاعهای مختلف استحصال می کردند، بلکه به دوختن لباسها و کارکرد پوست و چرم نیز مشغول بودند. در شهرهای سمرقند، بخارا، هرات، بلخ، تاشکند، اندیجان، خوجند، اوراتیپه، اخسکت، مرغلان، حصار بازارها بودند. در شهرهای کلان در یک هفته 2 روز بازار دایر می شد. هنرمندان محصولات خود را به بازار برای فروش نیز می برآوردند. در عصر 16 در شهرهای سمرقند و بخارا تعداد زیادی بازارهای مخصوص آهنگران، بافندگان، فروشندگان نخ، نمد، سبد، شمع، اینچنین بازارهای اسب فروشان و سبزوات فروشان فعالیت می کردند. در چهارراه‌های کوچه‌های بازارهای بخارا در 5 قطار رواق‌ها ساخته شد.
این رواق‌ها با نام‌های طاق صرافان، طاق تلپک فروشان، طاق زرگران، طاق تیرگران و طاق آرد فروشان یاد می‌شدند. سالهای 1586 عبدالله خان شیبانی در این محلی بخارا بازاری بسیار گنبده‌ای بالا پوشیده برای تاجران مسافر ساخت. این زمان در بخارا کاروانسرای‌های زیاد فعالیت می‌کردند. کاروانسرای گاوکشان 1570، کاروانسرای نزد مسجد لیسک 1559 1560، کاروانسرای کولبابا، کوکلتاش و ریگستان، کاروانسرای نزد پل صرافان، کاروانسرای عبدالله خان و غیره از معروفترین آنها بودند. در مدت چند عصر راه بزرگی کاروانگرد از ماوراءالنهر گذشته شرق و غرب را به هم می پیوست. در عصرهای 16 کشفیات بزرگی جغرافی به عمل آمدند و این راه اهمیت بین المللی خود را گم کرد و ماوراءالنهر از راه اساسی حرکت مالهای تجارتی در کنار ماند. این حالت به استحصال مالهای داخلی تأثیر کرده باعث کمشوی حجم محصولات یک قطار ساحه‌های کسب و هنر گردید. در آخر عصر 16 عبدالله خان دو برای بهتر گردیدن شرایط تجارت یک قطار تدبیرها اندیشید، ولی این برای برطرف نمودن تمام عاقبت‌های ضررآور استیلای شیبانیان و جنگ‌های داخلی کفایت نکرد. تجارت خارجی، مناسبت‌های دیپلماتیک. در عصر 16 ماوراءالنهر با هندوستان، ایران، چین و روسیه مناسبت‌های تجارتی و دیپلماتی داشت. از ماوراءالنهر به دیگر کشورها اساساً نوع‌های مختلفی متاعها مثل میتکال، زندانی، کاغذ سمرقندی، از نوع‌های میر ابراهیمی و سلطانی، قالین‌ها، ظرف‌های برنجی و میسی، سلاح، اسب و میوه خشک صادرات می‌شدند. در عصر 16 مناسبت‌های دیپلماتی با روسیه برقرار گردید و مسکو سفیرها، زمینداران، سرمایه‌داران ماوراءالنهری رفت و آمد می‌کردند. در برابر اجرای سفارش‌های دیپلماتی آنها به رشد سودا نیز مدد می‌رسانیدند. سفیرها همراه با کاروان‌های کلان به راه برآمده به روسیه مال‌های گوناگون برده، از آنجا نیز مال‌های در بازارهای ماوراءالنهر به فروش می‌رفته را خریداری می‌کردند. رابطه‌های دائمی ماوراءالنهر با روسیه از میانه‌های عصر 16 بعد از همراه شوی خانی قزان 1552 و سیبیر 1582 به این کشور رونق بیشتر یافتند. نوع‌های گوناگون مال به مقدار طرف زیاد از ماوراءالنهر به روسیه صادر می‌شد. در روسیه متاع‌های گوناگون پختگین و شاهواری ماوراءالنهر شهرت داشتند. از روسیه به این سرزمین متاع‌های پشمین، اسباب‌های فلزی، سلاح و دیگر لوازمات وارد می‌کردند. مرکز اساسی تجارت بین ماوراءالنهر و روسیه شهرهای اشترخان بود. اینچنین رابطه‌های تجارتی بیشتر با شهرهای سیبیر، تابالسک، تیومن و تره برقرار بود. برای شهرهای سیبیر مالهای ماوراءالنهر نهایت حیاتی بودند. بنابراین به تاجران ماوراءالنهری در اینجا امتیازها داده میشد و تاجران بخارا از پرداخت باج گمرکی آزاد بودند. بعضی تاجران ماوراءالنهر مالهای خود را به شهرهای سمره، قزان، مسکو و حتی به ارخنگلسک می بردند. از سال 1583 تا سال 1600 به مسکو 5 سفارت از بخارا و 2 سفارت از خیوه با کاروانهای پر از مال رفته بودند. مناسبت تجارتی ماوراءالنهر با هندوستان نیز ادامه یافت. ناوابسته به این که شیبانیان بابور را از ماوراءالنهر رانده بودند، سال 1528-29
کوچکنچی خان و دربار او به هندوستان سفارت را با سروری امین میرزا فرستاد و بابور او را خوش پذیرفت. به سفیر شیبانیان بابور 70,000 تنگه نقره، شمشیر قیمت بها و کلاه زردوزی شده تحفه نمود. در زمان حکومت عبدالله خان شیبانی این رابطه ها گسترش بیشتر یافتند و پیدا کردن سیکه های حاکمان هندوستان هنگام حفریات در جنوب تاجیکستان دلیل این گفته هاست. به هندوستان از ماوراء نهر شاهواری، پوست خام، اسب و غلام می بردند. با وجود اینکه مناسبات تجارتی با ایران در اثر مخالفت‌های مذهبی کاسته شده بود، از ایران به ماوراء نهر پرچه، گاز پخته، کتان، شاهی الوان، اسب ذاتی صادر کرده از ماوراء نهر به ایران پوست خام، مالهای روسی و غلامان گوناگون نژاد آورده می شد. سیوم، مسئله اتنگیز خلق ازبک. زیرباب سیوم این فصل را اکادمیک باباجان غفوروف به مسئله اتنگیز خلق ازبک بخشیده است. مؤلف نظر تعداد از مؤلفان را بررسی کرده به این اندیشه است که اگر چندی که خلقهای تاجیک و ازبک در زمانهای گوناگون تشکیل یافته و زبان این خلقها به گروههای مختلفی زبانها تعلق داشته باشند، هم تقدیر تاریخی این خلقها پیوندی ناگسستنی دارد. به سرزمین آسیای میانه بیشتر و به طور عاموی سردرآوردن قوم و طایفه های ترک زبان از عصر 6 شروع می شود. پس از این جریان قرابت پیدا کردن این طایفه و قوم ها به اهالی قدیمی آسیای میانه مخصوصا تاجیکان به وقوع می آید. در ظرف چندین عصر پیش از همه طبقه های کم بضاعت بادیه‌نشینان ترک به طرز زندگی مقیمی و زراعتکاری می گذرند. آمدن اهالی ترک زبان در عصرهای 10-12 باز هم زیادتر گردیده تدریجاً اختلاط و آمیزش قوم‌های ترک با ساکنان محلی قوت می گیرد. در عصر 12 در خوارزم دو قوم اساسی، تاجیکان، در آن وقت زبان تاجیکی به اندازه زیاد زبان خوارزمی را محدود کرده بود و ترکان می زیستند. فتوحات مغول‌ها به خریطه اتنیکی آسیای میانه باز دیگرگونی‌های جدی داخل نمود. طایفه‌های مغولی منغیت، جلایر، برلاس و غیره پس از سکونت یافتن در آسیای میانه دیری نگذشته همه از جهت زبان ترک شدند، زیرا طرز زندگی هم مغول‌ها و هم ترک‌ها بادیه‌نشینی بود و طبیعی است که مغول‌ها و ترک‌ها با هم رابطه نزدیک داشتند. در عصر 14-15 به طور عاموی ترک کنانی اهالی مقیمی شهر و دهات خصوصا خوارزم، هفترود، واحه تاشکند و فرغانه به عمل آمد. در سالهای 50 یا 60 عصر 14 اهالی ترک و مغول دشت قیپچاق ازبک نامیده می شدند و پس از آن که اتحادیه قبیله های بادیه‌نشین با راهبری شیبانی خان در عصر 15-16 به ماوراء نهر و خراسان سر درآوردند، این نام به اهالی ترک زبان این ولایت ها نسبت یافت، یعنی خلق ازبک از همان وقت نام خود را پیدا نمود. مدرک های انتروپولوژی نشان می‌دهد که قسم اساسی خلق ازبک از اهالی محلی اروپایی صورت آسیای میانه که در نتیجه آمیزش یافتن با قوم‌های تیبی نژادی جنوبی سیبیری یک اندازه قیافه مغولی پیدا کردند فراهم آمدند. باباجان غفوروف، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی،
شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 67. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.